How can I keep from singing? دوستان سلام. به روز 18 از سری تمرینات صداسازی خوش اومدید. من رها حکمی و همکارم سیامک رضوی اینجاییم تا همراه شما روزانه 5 دقیقه تمرین صداسازی انجام بدیم تا بتونیم در مدت زمانی کم تغییر زیادی رو در صدامون حس بکنیم. تمرین امروزمون هم برای وکال فلکسیبیلیتی یا افزایش انعطاف پذیری صدا هست. مصوت هایی که قراره تمرین بکنیم ای، ا، آ، او، او و دوباره آ هست. بریم که داشته باشیم. ای، ا، آ،
بسیار عالی. نکته مهمی که باید توی این تمرین بهش دقت بکنیم این هست که تا جایی تمرین رو ادامه بدید که احساس انقباض و درد در گلوتون نداشته باشید. اگر احساس کردید بخشی از تمرین برای شما بسیار زیر هست، گامش بالا هست، میتونید اونجا تمرین رو متوقف بکنید. ولی تا جایی که به مرحله درد نرسیدید حتما ادامه بدید. اگر این تمرین براتون مفید بود، لطفاً کانال رو سابسکرایب بکنید، ویدیو رو لایک بکنید، زنگوله رو روشن بکنید تا تمرینات جدید به شما اعلام بشه. راستی نظرات شما برای ما خیلی مهمه. حتما برامون نظراتون رو کامنت بکنید. تا فردا. How can I keep from singing